خدا یک معامله لایو توی یورو باز کردیم. همونطور که میبینید به اصطلاح 8 پیپ حد سود 16 پیپ 1 به 2 اینجاست. دقیقا اینجا ورود زدیم برای معامله سل و اون نوک شادو نقطه زنی کردیم. فعلا توی مووینگشه، میدونیم که این مووینگ رو میشکنه و رو به پایین حرکت میکنه. با من همراه باشید تا آخر این معامله ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب بچه‌ها، همونطور که میبینید قیمت رو به بالا حرکت کرد، به این مووینگ واکنش مثبت داد، ولی میدونیم که قیمت از اینجا میریزه. این حرکت فیکه. با من همراه باشید تا آخر این معامله ببینیم چه اتفاقی میفته. خب بچه ها، همونطور که میبینید قیمت نزدیک تیپمون شد. انقدر ما رو اذیت کرد، اینجا حتی نزدیک استاپ بود، ولی منتظر بودیم که قیمت بیاد تیپی رو بزنه. حتی اینجا گفتیم این حرکت فیکه و قیمت هم نزدیک تیپی شد و اینم دیگه تیپی در نظر بگیرید. نوش جونمون و تمام.